سلام، به اولین ولاگ من خوش اومدید. امشب شب چله است و آخرین روز پاییزه. تصمیم گرفتم که بیام بازار و از همه مهمتر اومدم زیارت امامزاده صالح. برای همه‌تون آرزوی خوب کردم، کلی حس خوب گرفتم، حال و هوا انقدر خوب بودش که کلی انرژی مثبت گرفتم. بعدش خیلی سریع باید میرفتم بازار. خیلی کم فرصت داشتم که خرید بکنم و سریع خودم رو به خونه برسونم. شروع کردم آرایش کردن و تون داشتم حاضر می شدم که برای امشب آماده بشم. نمیدونم شما شب چله رو چجوری میگذرونید، ولی من اعتقاد دارم که شب چله باید کنار عزیزانمون گذرونده بشه. اصلا مهم نیستش که چی میخورید، چی تم میکنید و چجوری هستید. مهم اینه که عزیزتون کنارتون باشه. حالا اینکه دیگه خیلی هم خوشگل خوشتیپ بکنید که دیگه خیلی بهتره. خلاصه اینکه کلی تون آرایش کردم با اینکه وقت خیلی کم داشتم و سعی کردم که زود حاضر بشم تا با خانواده بریم بیرون. از شانسایی که آوردم که کمتر سرم غر بزنه و زودتر حاضر بشم این بودش که موهامو بافته بودم و الان که وقتش رسیده موهامو باز کردم و شما نمیدونید این روش چقدر کارسازه. یه فر درجه یک بهتون میده، در عین حال سرعت کارشون رو میبره بالا. فقط ببینید که چقدر خوشگل شده و چقدر ذوق کردم. ولی خب با این حال بازم کلی سرم غر زدن از اینکه چرا انقدر دیر آماده شدم. کل موهامو باز کردم و یه فر خوشگل اینجوری بهم داد. آخرشم تل خوشگلم رو سر گذاشتم و نتیجه ببینید چقدر خوشگل شدم، چقدر ذوق میکنم، عاشقش شدم. یه نوبتی هم باشه، نوبت گوشوارای خوشگلمه. من خیلی اهل اکسسوری نیستم، ولی خب دیگه امشب گفتم بذار یه کار متفاوت انجام بدم. گوشوارهامو انداختم و کلی هم کیف کردم. خیلی خوشگلن نه؟ خیلی سریع لباسایی که از قبل آماده کرده بودم و پوشیدم و آماده شدم برای اینکه بریم. آخ انار خوش دونه من، پسته خندون دونه من، خندت به خوش رنگی چای، این شب طولانی با تو زیباست. لب به لب بشه جام باریک، زیر پتو با هم دور آتیش، رقص بازم لای موها، تو مثل ماهی با شالابی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یلداتون مبارک.